سلام بینندگان گرامی و هواداران تلویزیونی تاجیکستان. فتح‌الدین زمان هستم با برنامه تاجیکستان و جهان. انتقادی جامعه بین المللی از وضع مسلمانان در کشور میانمار. نگاه به وضع مسلمانان در کشور میانمار. میانمار کشوری کوهستانی در منطقه جنوب و شرق آسیا بوده، برابر دیگر اقلیت‌های مردمی و مذهبی اقلیت مسلمان روهینگیا در این کشور زندگی می‌کنند. طبق آمارهای رسمی میانمار، حالا 4% اقلیت‌های مذهبی این کشور کوهستانی را مسلمانان تشکیل می‌نمایند که از آنها با عنوان فقیرترین و بینواترین بخش اهالی یاد می‌شود. اما 10 سال اخیر همیشه مسلمانان میانمار مورد خشونت و شکنجه قرار گرفته. طول این سالها بیش از 25,000 نفر از کودکان و جوانان عائله‌های مسلمان میانمار از جانب بوداپرستان افراطی و نیروهای نظامی به قتل رسانیده شدند. بسیار سالها به سر خاک ما رود که این آب چشمه آید و بادی صبا رود. ای دوست بر جنازه دشمن چو بگذری، شادی مکن که بر تو همین ماجرا رود.